زایمان طبیعی بهتره یا سزارین؟ سزارین در واقع یه عمل اورژانسی هست که وقتی مادر یا جنین در خطر باشن انجام میشه. مثلا جفت سر راهیه، نمیشه اول جفت به دنیا بیاد بعد بچه، بنابراین باید سزارین انجام بشه. یا مثلا بچه با پاست، ممکنه بچه متولد بشه سرگیر کنه، یا اینکه وزن بچه از یک حدی بیشتر هستش، یا مثلا نوار قلب جنین افت داره، یا بچه مدفوع کرده و زایمان نزدیک نیست. ممکنه اتفاقی برای مادر یا جنین بیفته. خیلی وقتا بیمارای ما دوست ندارن طبیعی زایمان کنن و ما سزارین رو به دلخواه بیمار انجام میدیم. چرا؟ مریض از این که کانال واژن گشاد بشه یا شکل طبیعی پیرنه از دست بره ناراحت هست، ولی باید بدونه که بازگشت به زندگی طبیعی در زایمان طبیعی خیلی راحت تره تا سزارین، چون سزارین یک عمل سنگین هست. یا اینکه بیمار از درد زایمان طبیعی میترسه. باید بدونین که پایان این درد یک انتظار شیرینی هست که حاصلش یک نوزاد هست، یک تولد هست.